تصور کن هر زنی به سمتت میاد میخواد باهات رفیق بشه و حتی بهت التماس میکنه که باهاش بمونی. این همون جادویی هستش که امروز بهت یاد میدم. اگه میخوای جذابترین مرد توی محیطهای اجتماعی، کاری و حتی در روابط شخصیت باشی، باید این نکات رو یاد بگیری. هیچ چیز دیگه ای نمیتونه جلوی رشد کاریزما و جذابیتت رو بگیره. آماده ای؟ پس بشین راحت، این ویدیو رو با دقت ببین، چون مسیر زندگیت از همینجا شروع به تغییر میکنه. اولین نکته‌ای که میخوام بهت بگم این هستش که معمولا خانوم‌ها بیشتر از مردهایی خوششون میاد که ویژگی‌های خاصی دارن. این ویژگی‌ها باعث میشه که اونها بی اختیار جذب این مردا بشن. نکته مهم اینه که نیازی نیستش حتما خودت رو به زحمت بندازی و بخوای توی هر شرایطی توجه یک خانم رو جلب کنی. اگه تو فقط رفتار و ذهنیت درستی که بهت میگم رو بپذیری و توی زندگیت پیاده کنی، اون وقت این خود زنها هستن که به سمتت میان و توجهشون رو جلب میکنی. بنابراین قبل از هر چیزی باید به این فکر کنی که این ویژگی‌های خاص رو باید پیدا کنی و توی خودت تقویت کنی. حالا میخوام بررسی کنم مردهایی که برای زنها جذابتر هستن چه ویژگی‌هایی دارن. مهمترین ویژگی که زنها به دنبالش هستن اینه که مرد باید قادر به تصمیم گیری و رهبری باشه. به طور معمول زنها بیشتر به مردهایی جذب میشن که توی رابطه رهبر باشن، یعنی مردی که همیشه توی موقعیت‌های مختلف تصمیمات درست رو میگیره و در نهایت میتونه در موقعیت‌های چالش برانگیز نقش رهبر رو بازی کنه. باید بدونی بیشتر مواقع تو نباید بذاری زن توی موقعیت‌های مهم تصمیم بگیره. اگه همش بذاری که اون تصمیم گیرنده باشه، بعد از یه مدتی جذابیت رابطتون کم میشه. ممکنه فکر کنی این یعنی محدود کردن آزادی زن، ولی اینطور نیست. این تفکر توی ذهن خیلیا جا افتاده که مرد باید دیکتاتور باشه تا جذاب بشه، ولی اینم کاملا اشتباهه. مردایی که نقش دیکتاتور رو ایفا میکنن بعد از یه مدتی باعث میشن طرف مقابل ازشون فاصله بگیره و حتی رابطهشون از هم میپاشه. مهمترین ویژگی که یک مرد باید داشته باشه اینه که رهبر باشه، نه دیکتاتور. تفاوت اصلی بین این دوتا خیلی مهمه و اصولا رهبری با دیکتاتوری فاصله زیادی داره. رهبر کسیه که به دل طرف مقابلش نفوذ میکنه و با اعمالش طرف مقابل رو جذب میکنه. در واقع مرد رهبر به گونه‌ای عمل میکنه که هم خودش هم فرد مقابلش پیشرفت میکنن. برای اینکه تبدیل به یه مرد رهبر بشی باید ابتدا خودت رو بشناسی و ویژگی‌های رهبری رو توی خودت تقویت کنی. در مقابل دیکتاتور به هیچ عنوان نفوذی روی دیگران نمیذاره و فقط دستوراتش رو تحمیل میکنه. چنین رفتاری نه تنها جذاب نیستش، بلکه باعث میشه طرف مقابل ازت دورم بشه. خیلی از مردا این اشتباه رو میکنن و فکر میکنن برای جذاب بودن باید خیلی سخت و خشک رفتار کنن، ولی در واقع این رفتار هیچ کمکی به رابطتون نمیکنه و فقط فاصله ایجاد میکنه. حالا میخوام به اشتباهاتی بپردازم که اکثر مردها انجام میدن و فکر میکنن این کار باعث جذابیت بیشترشونه. اولین اشتباهی که خیلیا مرتکب میشن اینه که فکر میکنن صداقت بیش از حد همیشه خوبه. این رو همه قبول داریم که صداقت یکی از ویژگی‌های مثبته، ولی این صداقت نباید به این شکل باشه که همه چیز رو بی پرده و بدون هیچ فیلتر یا ملاحظه‌ای به طرف مقابلت بگی. این کار نه تنها به جذابیتت کمک نمی‌کنه، بلکه باعث میشه طرف مقابل از شما فاصله هم بگیره. برای مثال اینکه همه مشکلات و جزئیات رو توی همون ابتدا به طرف مقابلت بگی باعث میشه طرف مقابل حس کنه که خیلی راحت و بی‌دروغ از شما همه چیز رو میشنوه، ولی در واقع این خیلی زود باعث میشه که جذابیتتون از بین بره. باید صداقت رو به مرور زمان و توی موقعیت‌های مناسبش نشون بدی. خیلی از مردا فکر میکنن که همیشه خوش اخلاق و آروم بودن نشونه خوبی از جذابیت مردونه است،
البته که خوش اخلاق بودن خوبه، ولی نه به این معنی که همیشه ساکت باشی و هیچ واکنشی نشون ندی. اگه همیشه در مقابل مشکلات و موقعیت‌ها آروم باشی، ممکنه طرف مقابلت فکر کنه تو هیچ اقتداری نداری و هیچ تصمیمی نمیتونی بگیری. برای اینکه تبدیل به یه مرد جذاب بشی، باید توی بعضی مواقع قاطع و مقتدر عمل کنی، نه اینکه همیشه سخت باشی، ولی در موقعیت‌های خاص باید اعتماد به نفس کافی داشته باشی و نظرت رو خیلی محکم و با دلیل منطقی بیان کنی. شاید فکر کنی که مردم همیشه بر اساس منطق تصمیم میگیرن، ولی در واقع اینطور نیست. بیشتر افراد حتی اگه فکر کنن تصمیماتشون منطقیه، در اصل با احساساتشون تصمیم میگیرن. این موضوع توی اکثر تصمیمات زندگیشون تأثیر زیادی داره. برای مثال ممکنه فردی به دلیل احساسات و هیجانات مثبت یا منفی تصمیماتی بگیره که بعداً منطقی به نظر نیاد. وقتی تو با کسی در ارتباطی، باید توجه کنی که احساسات طرف مقابلت توی تصمیماتش نقش مهمی داره. خیلی از مردم به اشتباه فکر میکنن که باید همه چیز رو بر اساس منطق پیش ببرن، ولی در واقع احساسات حتی در افراد منطقی نقش خیلی مهمی دارن. پس تو باید بتونی با احساسات خودت و دیگران ارتباط برقرار کنی. خیلی از مردا وقتی میخوان جذاب بشن تصور میکنن باید از تکنیک‌های خاصی استفاده کنن که شاید توی فیلم‌ها دیدن. مثلا فکر میکنن باید خودشون رو داغون نشون بدن تا طرف مقابل بیاد دنبالشون. این افکار و ذهنیت کاملا اشتباهه. حتی اگه فکر کنی باید به این شیوه رفتار کنی تا طرف مقابل رو جذب کنی، واقعیت اینه که این رفتارها نه تنها کمکی به رابطت نمی کنن، بلکه ممکنه باعث بشه طرف مقابل تو رو جدی نگیره. این ذهنیت ها از گذشته توی فرهنگ ما جا افتاده، ولی امروزه توی دنیای مدرن اینطوری فکر کردن اصلاً کاربردی نیست. کتاب ها همیشه به عنوان منابع آموزش عالی میتونن بهت کمک کنن که مهارت های ارتباطی و کاریزمای خودت رو تقویت کنی. 2 کتابی که پیشنهاد میکنم حتما بخونیش، یه دونه نابغه کاریزماتیک هست و دومیشم روانشناسی تاریک. این 2 کتاب خیلی میتونن بهت کمک کنن که بیشتر با مفاهیم کاریزما و رهبری آشنا بشی و بتونی توی روابط خودت بهتر عمل کنی. با خوندن این کتاب ها میتونی روش های جدیدی یاد بگیری که به راحتی باعث تغییرات بزرگ توی زندگی شخصی و حرفه‌ایت میشن. در نهایت باید بهت بگم برای تبدیل شدن به مردی که جذاب و رهبری قدرتمنده نیاز به زمان داری. این تغییرات رو باید به مرور زمان و با صبر و حوصله توی خودت ایجاد کنی. نمیتونی یه شبه همه چیزو تغییر بدی، ولی با تمرکز و یادگیری از منابع معتبر مثل کتاب‌ها و ویدیوهای آموزشی میتونی به نتیجه مطلوبت برسی. مهمترین نکته اینه که خودتو بشناسی و ویژگی‌هایی که باعث جذب زنا میشه رو توی خودت تقویت کنی. این مسیر ممکنه طولانی باشه، اما وقتی بهش پایبند باشی و صبور باشی قطعاً نتیجه خوبی میبینی. پس از همین امروز شروع کن و به خودت اعتماد کن. یادت باشه اگه میخوای توی این مسیر موفق بشی، باید به صورت مستمر توی مسیر آموزش و بهبود حرکت کنی. حتما سابسکرایبم کن و زنگوله رو بزن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. این ویدیوها بهت کمک میکنن تا خودت رو بهتر بشناسی و رابطه بهتری بسازی. هر جا که هستی موفق باشی و منتظر ویدیوهای بعدی من باش.